الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چگونه که ما یک موضوع بیان کردیم، حکم شخصانی که در دین الله استهزا میکنند، یعنی مسخره و شوخی میکنند، و بیان کردیم که یک گروه کسانی هستند که در سپیتاکل میکنند، یا اینکه بلاگرها و خودشون مسلمان میگن در دین الله شوخی و مسخره میکنند. گفتیم که اینها کافر هستند، کافر شدند به همین کارشان، برای که الله سبحانه و تعالی صراحتا بیان کرد: قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. امروز موضوع ما در این است که حکم تماشا کردن همین گونه انسان ها، یعنی کینه‌هایی که هستند، کینه‌های کفری، کینه‌هایی که در دین الله استهزا میکنند، یا این که همین بلاگرها تماشا کردن همین گونه مسخره هاشون چی هست. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء فرمودند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارک فرمودن که وقد نزل علیکم فی الکتاب، به تحقیق برای شما ای مسلمان ها نازل کردیم در قرآن، یعنی حکمش رو نازل کردیم. هر وقتی که شنیدین انسان ها کفر می‌ورزند به الله و استهزا میکنند الله رسولش را و آیات های قرآن را، فلا تقعدوا معهم، به همراهی این گونه انسان ها ننشینین، به همراهیشان نشینین. حتی یخوضوا فی الحدیث غیره، تا اینکه همون سخنهایشان را دیگرگون کنند، یعنی علش کنند. وقتی که شنیدین که یک انسان کفر می‌ورزد، منعش که اگر در تلویزیون باشد باید چکو کنی؟ تیز همون کانال رو تو بتی. یک کینو میبینی که با دین الله امروز بسیار میکنن، کینویی که در دین الله استهزا میکنن، میخندن مسلمان ها را. قرآن وقتی در کینو تماشا کردی، تلویزیون در مثلا میبرد، اصلا خیلی گونه کینوها حرام هست تماشا کردن. کلا کینوهایی که مثلا یگون فایده نیست، کینوهایی که مثلا کفار میبرن، اینها حرام تماشا کردنش. اما رفته و که همین گونه با جاهایی که در دین الله استهزا میکنن، در دین الله مسخره میکنن، تماشا کردن این سخت‌تر هست گناهش. وقتی دین الله استهزا کردن تو تماشا کردی تا آخره، الله چی میگه؟ انکم اذا مثلهم، اگر سخنهاشان را دیگرگون نکردن و شما با همراهی همونا نشستین، پس مانند همونا هستین، پس حکم همونها را میگیرین. که مثلا تفسیرها را نظر کنین، تفسیر ابن کثیر، مثلا تفسیر میسر، تفسیر اضواء البیان، یعنی همه نمو تفسیرها بیان کردن که یعنی هر وقتی که به الله کفر میورزن، یعنی دشنام میکنه الله و رسولش رو و دین اسلام رو، تو خاموش نشسته میشنی قطیشون، شوخی بازی میکنی، تماشا کرده با میخندی، کافر میشه، فرقی ندارد. برای هم قرار آگاهی میکنیم که کسانی که در تلویزیون تماشا میکنن پس آگاه باشن که تماشا کردن چیزهایی که کینوهایی که در دین الله استهزا میکنن این حرام هست، انسان کافر میشود. قال ابن كثير رحمه الله، ابن كثير چی میگوید؟ انکم اذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك، یعنی هر وقتی که با همراهی این گونه انسان ها میشینین
و اقرارشون میکنه، یعنی خندیده قطیشون شوخی بازی کرده. فقط سویتهم فی الذی هم فیه، یعنی با تحقیق شما برابر همونو شدین. میگه هر وقتی که نشسته قطیشون شوخی بازی کرده حکم همونها را میگیرین. و همچنان یعنی وقال سعدی رحمه الله، یعنی سعدی بیان میکنه در تفسیرش که تفسیر سعدی ده که ای این قعدتم معهم في حال المذكورة فانتم مثلهم، هر وقتی که با همراهی همونها میشینین، یعنی کفر ورزیده ایسان شیشته قدشون خاندیده، پس چکو میکنین؟ مانند همون هستین. لأنكم رضيتم بكفرهم و استهزائهم، برای چی؟ شما راضی شدین با کفرشون و با خندهشون، با شوخی مسخره کردنشون. و راضی بالمعصیت کالفاعل له، کسی که ریزا میشد با گناه مانندی همون کننده کار هست. باز انشاءالله قول شیخ اسلام را ذکر میکنیم که چه سلف بیان کرده گیسی رو. والحاصل ان من حضر مجلسا یعصی الله به، خلاصه چی است؟ کسی که حاضر میشد یک مجلسی که در آن مجلس با الله گناه میکنن، فانه یتعین علیه انکار علیهم مع قدرتی او قیام مع عدمها. انتهى. یعنی اولین کار باید چکو کند؟ انکار بکند. اگر که نتونست انکار کرده پس چکو کند؟ دور شود. چگونه که حدیث صحیح رسول الله فرمودند من رأى منکم منکر فلیغیر بیده، کسی که یک منکر رو دید پس تغییر بتیه به دستش. و قال شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام تیمیه چی میگه؟ لا يجوز لأحد ان يحضر مجالس المنکر باختیاره لغیر ضرورة كما في الحديث انه قال، جایز نیست برای یگان کس حاضر شدن مجلس‌های منکر، جاهایی که منکر است، جاهای فسق و فساد است، با اختیار خودش، مگر در کدام حالت؟ مگر جایز است رفته انکارشون کردن. انکار کردن میره، انکار میکنی از الله بترسین، اگر گناه باشد از الله بترسین، کفر باشد کافر شدین توبه بکنین. انه قال من كان يؤمن، وفي الحديث انه قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، کسی که ایمان دارد به الله و روز قیامت ننشیند در دسترخوانی که در آن دسترخوان عرق نوشیده می شود. رسول چه میگن؟ ننشینید. ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له، یعنی عمر بن عبد العزيز ناسشون یک گروه انسان ها را آوردن که عرق نوشیدن، امر کرد که چیکار کنین؟ جلدشون بزنین، یعنی درا بزنین. فقیل له، یعنی برای عمر بن عبدالعزیز گفتن این فیهم صائما، گفت در مابین همونا یک انسان روزدار بود. اهمیت بتین که عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی یک گروه، یک قوم رو، یعنی یک گروه انسان ها را نزدش آوردن، گفتن این انسان ها عرق نوشیدن، همش آوردن. بعد گفته یک از گفت که یعنی گفتنش که در مابین این گروه یک انسانی بود که یک انسانی است که روزدار بود، اونها عرق می نوشیدن، این با همراهی همونها نشسته بود، این نمی نوشید. بعد چی گفت؟ فقال ابدأوا به، عمر ابن عبدالعزیز چی گفت؟ از همین سر کنی، گفت از همین انسان سر کنی. اما سمعتم الله یقول، گفت آیا نشنیدین الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، و تحقیق نازل شد در قرآن برای شما، یعنی حکمش، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غیره انکم اذا مثلهم. عمر ابن عبدالعزیز چیکار کرد؟ یعنی آیات قرآن رو دلیل گرفت که با تحقیق در قرآن برای شما نازل شد، هر وقت شما شنیدین که یک انسان کفر می‌ورزد به الله و کلام الله و رسولش، چیکار کنین؟ منعش کنین. اگر که منع نشد پس یعنی مجلس رو ترک کنین. اگر شما ترک نکردین پس ریضا هستین با کارهای همینها. شیخ اسلام تیمیه چی میگوید؟ بین عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ان الله جعل حاضر المنکر كفاعله. عمر
عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه میگه بیان کرد که کسی حاضر میشد یک مجلس منکر رو مانند کننده همون کار هست. یعنی عمر بن عبدالعزیز چیکار کرد؟ از اول از همون انسانی گفت که عرق ننوشید اما با همراهی همونا نشست، از همون سر کنی. پس ریزا به در کاری بعدی همین نوع. اگر ریزا نمیشد معنشان میکرد یا ترک میکرد این مجلس فسق رو. ولهذا قال العلماء اذا دعي الى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجوز حضورها. برای همین علما ذکر کردم که هر وقت یک ولیمه، یک توی هست، فرقی ندارد، توی هست مثلا بگیم یا عقیقه هست، چی نمود مثلا همین بگیم خرسندی در بین مسلمان ها می شود، هر وقت در آنجا در همون مجلس در همون خرسندی عرق باشد، همون گونه چیزهای حرام باشد، جایز نیست حاضر شدن، جایز نیست. مثلا یک خیش نزدیک توی میکنه، میدونی که عرق میاره، فیرات میکنه، جایز نیست رفتن. لم يجوز حضورها وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار منكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره ولم ينكر فقد عصى الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى چکار ما را امر کرده است که چنین استطاعت منکر را نهی بکنیم، یعنی منکر را انکار بکنیم، چنین استطاعت مون. اما کسی میگه با اختیار خودش میرود همون مجلس ها، یعنی این فقط در مجلس نیست، مثلا تلویزیون را گیران میکنی، کینوی کفری رفته است، کینوی که دین الله استهزا میکنه، تو ششته خندیده تماشا کرده، تو میتونی که تو شدی برو تمام، نیکی نمیکنی، پس ریزا شدی کفر است. شیخ چی میگوید؟ فمن حضر باختیاره، کسی حاضر میشد با اختیارش، ولم ينكر انکارشو نمیکند، فقد عصى الله و رسوله، با تحقیق عصیان کرده است الله و رسولش رو. بترک ما امره به من انکاره و نهی عنه، یعنی برای چی؟ برای الله امرش کرده است که انکار بکن، چیکار کرد؟ انکار نکرد. و اذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله فهو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم. شیخ خلاصه میگوید کسی که حاضر میشد یک مجلسی که در آن مجلس خمر هست، چگونه بیان کردیم، یک مجلسی که شرک است، کفر هست، میره حاضر میشه، قطیشان مینشینی، این کارشو نمیکنی، با اختیار خود این کار نمیکنی، پس حکم همونها را میگیری. خیلی که بیان کردیم، کسی که مثلا بلوگرار تماشا میکند، در دین الله استهزا دارند، یا اگه سپیتاکل تماشا میکند که در تاجیکستان ذکر کردیم، یا اینکه مثلا سیرکایی که میشوند جمع میکنند مردم رو، در دین الله مثلا مسخره میکنند، همه اینها کسانی که این کار رو میکنند کفر است. کسانی که تماشا میکنند و ریزا میشوند، یعنی از همون مجلس دور نمیشوند، قطعی همونو میشینند تا اخیره، پس ریزا شدگی هستند، حکم همونها را میگیرند. خلاصه چی میگوید؟ فمن جلس يستمع لمثل هذا المنكر او يشاهده فهو شریک اصحابه في الاثم، یعنی کسی که می نشینه در همین گونه مجلس ها و این کار نمی کند، تماشا می کند، میگه او یشاهدو، یعنی مشاهده می کند، تماشا می کند، در گناه برابر هست. و اذا تضمن الكفر والعیاذ بالله كسب دینی او طعن في الرسالات او المرسلين او استهانة باحكام ديني وشرائعه وسخرية منها كاللحية والنقاب كما يصنع كثير من ضلال اليوم، فجلس يصيغ إليهم ولا يغضب لله وهو راض بما يقولون فهو مثلهم. یعنی یک انسان می نشیند در یک مجلسایی که یا اینکه تماشا میکند الله و رسولش را، دین الله دشنا میکنند، پیامبرها را میخواندند و کتاب ها را میخواندند. امروز زیاد هستند در تلویزیون، شوخی بازی کرده، همین خیلی میشینه خودش میخنده، تماشا کرده،
پس حکم همونها را میگیره. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه چی گفت؟ سوره توبه ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ای محمد بگو برای اینها ولئن سألتم، وقتی که میپرسید چی میگفتن؟ قسم میخوردن که یا رسول الله ما شوخی و بازی میکردیم، ما قصدا نمیگفتیم، بر قصد نمیگفتیم، بلکه شوخی و بازی میکردیم. رسول الله چی میگفت؟ چیشان گفت؟ قول ای محمد بگو برای اینها شما با الله و آیاتهای الله و رسول الله شوخی مسخره میکنین، بخشش نپرسین، کافر شدین. خلاصه چی شد؟ کسی که میشیند در تلویزیون تماشا میکند کینوهایی که یا اینکه یگان پروگرام‌هایی که ضد شریعت الله هستند و الله و قرآن و ضد سنت رسول الله هستند، میشینه تماشا کرده خندیده، این حکمش را میگیرد. اما یک حالت دیگر را بیان کردن در کار که بعضی عالم ها مثلا خیلی که ملحدا امروز هستند ضد شریعت گپ میزنند. برای بعضی عالم ها جایز است که اونها را رد کردن. میشینه بعضی هم گپ‌های کفری و بعضی چیزایی که طعن میزنند همونها را مینویسه ضدشون رد میکنند. نه همه انسان ها، نه همه انسان ها، فقط بعضی انسان هایی که از شریعت 100% باخبر هستند ضد این گونه انسان ها. مثلا امروز انسان هایی هستند که ملحد و بدین ها ضد شریعت در تلویزیون گپ میزنند، ضد شریعت در تلویزیون میگن گپ میزنند. یک مسلمان عادی اگر بشینه باور کنه بخنده کافر میشود. یا کینوها گفتیم. اما یک گونه انسان های هستند عالم هایی که امین ضد خاصتا ملحدا ما در نظر داریم. ملحدا یعنی کسانی که ضد الله و رسولش جنگ میکنند، بدین های ضد الله و رسولش سخنهای همونها را میگیره مینویسه، بعد برآمده ردشان میکند. در فلانی جا خیلی گپ گفتن، این گپ همین خیلی جواب دارد تو که مسلمان ها بدونن. اما یک مسلمان عادی بشینه و تماشا کنه مثلا بخنده شوخی بازی کنه، این کفر است. مگر انسان های گفتیم متخصص، انسان های خاص در دین الله علم دارن، خدمتگار دین الله و رسولش هستند، اینها ده جایز هست. اما کینوهایی که فسق و فساد هستند این برای همه حرام است. کینوها از یعنی کسانی که رد میکنن شریعت رو فرق میکنن. یعنی کینوهایی که فسق و فساد هستند، کینوهایی که ضد شریعت هستند، شریعت رو مسخره میکنن، بازی میکنن، اینها کلا منع است. اینها کسی نشست به اختیار خودش تماشا کرد، خندید، شوخی کرد، خودشون خندید، این کافر میشود. اما چیزی که ما ذکر کردیم یک گروه انسان ها هستند امروز ملحدا میگن، بدین ها که شریعت رو گپای بد میزنن. یک انسان مسلمان به نام مسلمان شش اقرارشون کرد کافر میشود. اما علم هایی که متخصص می نشینن قطعا بحث و مناظره میکنن. علم ها انسان ها علم دار. بعدا یک موضوع دیگه این است که تماشا کردن سحر و کینوهای سحری. در کینوهایی که در دون کینوها چی هستی؟ سحر هستی. این دو حالت دارد. یعنی چگونه که همه میدونن که به نام کینوی بود که مثلا چندی سال پیش گاری پاتر میفتن، چی میفتنش نامش؟ اعوذ بالله. یعنی گاری پاتر چی هم خیلی نامش یادم برآمد که همونجا دو نمود سحر رو بیان میکنه. یعنی سحر سیاه و سحر سفید و گفته خودشون چهار نیمگی. این کلا حرام هست. این کلا حرام هست. تماشا کردنش کسی که اگر اقرار بکند که یعنی سحر جادوگری سفید هست، جادوگری سفید ضد سیاه هست، یعنی که خیلی کمونو بیان میکنن بیل ماگا ای چهار نیمگش میگن که با روسی خیلی از همون گونه. کسی که اقرار کنه که یعنی جادوگری هست ضد جادوگری سیاه، این کافر میشود. این 100% کافر میشه. چگونه که رسول الله بیان کردن من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که نزد یک کاهن بیاید، همون کاهن چیزی که بگوید تصدیقش بکنه، به تحقیق کافر شده چیزی که برای محمد نازل شده است. یعنی خلاصه چی بگیم؟ یک انسان میشیند همین نمود گونه کینوهای سحری رو تماشا میکند، کینوهایی که در اون سحر هست، جادوگری هست و اقرار میکند، میگه او اعوذ بالله، میگه اون
ҷодугариш зур будааст, зур баён кайсаст, кофир мешавад. аммо тамошо кард, гуфт ки ин чи аст, ин фисқ аст, боваршо накард, просто тамошо кард. خیلی که در دیگه حدیث رسول الله فرمودند که من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. یعنی میا تماشا میکند یا میپرسش باورش نمیکند، میگه دروغ است. رسول الله چی گفت؟ 40 روز نمازش قبول نمیشود، یعنی ثواب نمیگیرد. نماز میخواند اما ثواب نمیگیرد. پس چی فرق داشته است؟ یک گونه انسان ها کینه‌های سحری رو تماشا میکنند، تصدیق میکنند، کافر میشوند. یک گونه انسان هایی که تماشا میکنند تصدیق نمیکنند، پروستک تماشا میکنند میشنن خیر 40 روزه نمازشون قبول نمیشود. و من ذهب الى عراف او ساحر وصدقه في انه يعلم الغیب فقد خرج من الاسلام. یعنی خلاصه گپ چی است؟ کسی که نزد ستاره شناس یا ساحرا میروند و تصدیق میکنند چیزی که آنها میگویند با تحقیق از اسلام خارج میشود. اما ان ذهب الیه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب فقد فعل الكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج بذلك من الإسلام. اما نزدش میروه یا اینکه تماشاش میکنه تصدیقش نمیکنه، این از اسلام خارج نمیشود، بلکه گناهی کبیره کرده است. پس ای مسلمان، پس ای موحد، آگاه باش که تماشا کردن تلویزیونم این خیلی امر چی است؟ خطرناک است. و یک چیز را فراموش کردیم که یک گونه یک نمودی سحری این چی است؟ چیزی شرکی، گاراتسکوپ میگن. گاراتسکوپ با زبان تاجیکی نمیدونم چی است. همون فلانی روز این خیل میشه، فلانی روز خیل میشه و همون صورت حیوانات از صورت نمیدونی ستاره نشان میدین. همین نم همون خیل است. تماشاش کردی، تصدیقش کردی کافر میشی، تصدیقش نکردی تماشاش کردی 40 روزه نمازت قبول نمیشد. برای چی؟ برای اینکه اینم سحر است. اونها چیکار میکنن؟ یعنی علمی ستاره شناس. خیلی که رسول الله چی گفت؟ من اتا کاهن کسانی که چی هستن؟ همون ستاره شناسی میکنن. پس تماشا کردن همین گاراتسکوپ هم حکمش همین حکم سحر است. تصدیقش کردی، گفتی او فلانی روزی من فلانی روز تاجیکا چی هستن؟ اسب، خر، سگ هم خیلی روزا دوران کو و من در فلان روز تولد شدم، значит همین میشه، پس همین خیلی میشود. اعوذ بالله، این کفر است، کافر میشه. اما باورش نکنی، پروست تماشاش کردی. یا اینکه در ژورنال ها هستی، در ژورنال ها، زیاد در ژورنال ها، گازیتا ژورنال در آسیا کسی که باشه میدونه که گازیتا ژورنال ها در آخرش در مابینش دارند. همچنین خانه آوردن همین ژورنال چی است؟ حرام است. خیلی که شیخ آل شیخ صالح آل شیخ در کتاب توحید، در شرح کتاب توحید ذکر میکند. کتاب توحید، شرح کتاب توحید همین گونه ذکر میکند که همون گازیتایی که گاراتسکوپ دوران میگه باید پیش از خانه آوردن بدرونی پرتوری، همون ورقشه میدرونی در بیرون تیر میکنی، نمیخونیش، میدرونی تیر میکنی، تمام. اگر خانه در آوردی مانند همین است که یک جادوگر تو خانه آوردی، نماز 40 روزه قبول نمیشه. اگر تصدیق کردیش کافر میشه. اما گرفتی هم که خواندی تصدیقش نکردی 40 روزه نماز قبول نمیشود. برای اینکه ای مسلمان آگاه شو، امروز شرک در همه جا هست. پس توحید رو بیاموز تا که نمودهای شرک رو بشناسی. بسیاری مردم میبینی خونه‌اش همون گاراتسکوپ میگیرن میارن، نمیدونن گناه کبیره کیس است، نمیدونن. این مشکل در چی است؟ مشکل در این است که توحید رو نمیآموزند، دین شریعت رو تعلیم نمیگیرد، در حالی که الله چی میگه؟ فعلم انه لا اله الا الله. پس بدون که نیست معبودی بر حق مگر الله. ضد ایمان چی است؟ شرک است. باید همه نمود شرک رو بدانی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.